تا آخر گوش کنید. آخر این قصه خیلی تلخ است. این قصه رحمان است. پسری که برای عشق 3 سال در روسیه عذاب کشید. وقتی با 100,000 سامانی برگشت، دید که دیر شد. عروسش الکی به دیگری شوهر شده بود. رحمان 20 ساله بود. پسری عادی از دهه خورده در ختلان. پدرش چند سال پیش فوت شده بود. با مادرش در خانه خوب زندگی میکرد. رحمان کار میکرد. در زمینهای آدمان کار میکرد. روزی 50 سامانی، گاهی 60 سامانی پول کم بود، ولی برای نان کافی بود. ولی رحمان خوشبخت بود. چرا؟ چون که عشق داشت. زیبا 18 ساله بود. دختری زیبا از همان ده، موی دراز، چشمی سیاه، تبسم شیرین. رحمان و زیبا از سمت 7 همدیگر را میشناسند. از آن وقت دوست بودند. در ده همه میدانستند رحمان و زیبا یکدیگر را دوست دارند. همگی انتظار بودند تا نکاح میکنند. رحمان هر روز از کنار خانه زیبا میگذشت. زیبا از تیرزک نگاه میکرد و تبسم میکرد. رحمان هم تبسم میکرد. گپ نمیزدند. در ده نمیشد گپ زدن، ولی دلشان دپ میزد. یک روز رحمان تصمیم گرفت. وقت رسید. باید خواستگاری روم. به مادرش همه چیز را گفت. مادرش خرسند شد و گفت که زیبا دختری خوب است و راضی هستم. رحمان یک چند نفر آدم کلانسار را آورد. خواستگاران رفتند. خانه زیبا. پدر زیبا سیدعلی نام داشت. سیدعلی مردی 45 ساله بود. در ده تجارت میکرد. مغازه کلان داشت. ماشینه نو داشت. پول خوب داشت، ولی دل خوب نداشت. رحمان با خواستگاران در خانه سیدعلی نشست. سیدعلی آمد و نشست. نگاهی سخت کرده پرسید: چی می‌خواهید؟ خواستگاران تمام معنای آمدنشان را فهماندند. آمدیم خواستگاری برای زیبا. رحمان پسری خوب از عائله خوب می‌خواهیم نکاح کنیم. سیدعلی به رحمان نگاهی سرد انداخت و پرسید: چی کار میکنی؟ رحمان جواب داد: در زمین کار میکنم. کار حلال. چند معاش میگیری؟ ماهی 1500 سامانی، بعضا 2000. سیدعلی خندید. خنده تلخ. 2000 با 2000 میخواهی دختری مرا دیری؟ رحمان دلش زد. نمیدانست چی جواب دهد. سیدعلی دوام داد: دختری من قیمتناک است. من او را یک پسر یگانه کلان کردم. بهترین لباس پوشاندم. بهترین خوراک خورانیدم. اکنون من او را به کسی نمیدهم مگر به کسی که ارزش دارد. خواستگاران با احتیاط پرسیدند: سیدعلی اکا جون کدین چند؟ سیدعلی نگاه کرد و گفت: 100,000 سامانی. همه سکوت کردند. 100,000 این در آن وقت پول خیلی کلان بود. خیلی کلان. رحمان نفس بند شد. سیدعلی ادامه داد: اگر رحمان 100,000 سامانی بیارد، زیبا از او. اگر نه، پس خواستگاران اعتراض کردند که سیدعلی اکا جان این زیاد است. ما آدم عادی هستیم. از کجا 100,000 بیاریم؟ سیدعلی ایستاد و گفت: این مشکل من نیست. این مشکل شما است. بعد رفت. رحمان با دل شکسته بیرون آمد. رحمان 2 هفته فکر کرد. 100,000 سامانی از کجا بیاره؟ در ده کار میکند. ماه 2000. اگر همه پول را جمع کند، سالهای 24 لازم 24 سال. تا آن وقت همه چیز دیر می شود. رحمان با مادرش گپ زد و پرسید: چی کار کنم؟ مادرش گریه کرد: پسرم نمیدانم. ما آدم فقیر پول آنقدر نداریم. رحمان شب نمیخوابید. فکر میکرد. یک روز دوستش آمد. اسم دوستش شاهرخ بود. شاهرخ پرسید: رحمان تو چرا غمگین هستی؟ رحمان همه چیز را نقل کرد. شاهرخ تبسم کرد و گفت: من هر میدانم. چی راه روسیه؟ رحمان با حیرت نگاه کرد. شاهرخ فهمانید که در روسیه پول زیاد میدهند. در ساختمان کار میکنی. ماه 45,000 روبل میگیری. بعضا 50,000 روبل. این تقریبا 50,000 سامانی ماه. رحمان دلش زد و پرسید: راستی هستی؟ من عمم در مسکو است و او همین قدر میگیرد. رحمان فکر کرد: اگر ماه 50,000 سامانی گیرد، 2 ماه 100,000 می شود. 2 ماه. ولی رحمان نمیدانست این دروغ است. در روسیه خیلی زیاد میدهند، ولی خراجات هم زیاد و کار گرفتن آسان نیست و زندگی آسان نیست. ولی رحمان جوان بود. امیدوار بود. خوب میروم. رحمان باید به زیبا میگفت
ولی چی طور در دیه دختر و پسر گپ زدن نمیتوانند. رحمان یک روز نزد مغازه سید علی رفت. زیبا گاهی به مغازه می آمد. انتظار شد. بعد از 1 ساعت زیبا آمد. رحمان او را دید، دلش زد. زیبا هم رحمان را دید و تبسم کرد. ولی تبسمی غمگین رحمان کمی نزدیک شد. آدمان نبودند. زیبا ایستاد. رحمان دوام داد. من میخواهم چیزی گویم. زیبا نگاه کرد. در چشمانش سوال بود. حضرت کریم 100,000 خواست. من در دیه آنقدر پول ندارم. ولی میخواهم بیارم. من به روسیه میروم. آنجا کار میکنم. پول جمع میکنم و برگردم. زیبا با ترس پرسید. کم و 3 سال، مکسیموم 3 سال. زیبا آرام گفت. 3 سال خیلی دراز. رحمان تصدیق کرد. میدانم. ولی راه دیگر نیست. زیبا سکوت کرد. بعد با آوازی پست گفت. رحمان، من تو را دوست دارم. رحمان دیدش شاد شد و گفت. من هم تو را دوست دارم. زیبا ادامه داد. اگر تو میروی من انتظارت میشود. راستی 3 سال گذرد یا 5 سال من انتظارت میشود. رحمان خواست دستش رو گیرد. ولی نمیشد. آدمان دیدم میتوانستند. رحمت. زیبا من وعده میدهم. زود برگردم. زیبا تبسم کرد. ولی چشمانش نام بود. و رفت. رحمان آنجا ایستاد نگاه کرد. فکر کرد. 3 سال زود میگذرد. ولی نمیدانست که 3 سال چقدر دراز. روزی رفتن آمد. رحمان چمادان خود تیار کرد. لباسی کم بود. پوی کم داشت. تنها 1500 سامانی برای راه. مادرش گیره میکرد. پسرم، تو میروی من تنها میمانم. رحمان او را در آغوش گرفت. مادر نگران نشو، من زود برگردم. تو بیارم. زندگی خوب را برای تو میسازم. مادرش با درد دل گفت. من زندگی خوب را نمیخواهم. من تو را میخواهم. من برگردم. مادرش دستش را گرفت. رحمان مواد باش. در روسیه دشوار میشنود. مردمان بیگانه، زبان بیگانه. سردی خودت را نگاه میدارم. با ماشین نشست. شاهروخ همراه بود. ماشین حرکت کرد. رحمان از تیریزک نگاه کرد. مادرش ایستاده بود. دست جنبانید. رحمان هم دست جنبانید. ده کمتر شد. دورتر شد. ناپدید شد. راه دراز بود. دوشنبه بعد هواپیما 4 ساعت پرواز. رحمان در هواپیما نشست. اولین مراتب پرواز میکرد. ترسی ولی هیجان هم داشت. فکر کرد. در روسیه همه چیز بهتر میشود. به مسکو رسیدند. فرودگاه داماد داوا کلان بود. آدمان خیلی زیاد بود. همه تیز میرفتند. همه چیز کلان بود. رحمان گم شد. نمیدانست کجا رود. شاهروخ راهنمایی کرد. بیا دنبال من. به نظارت رفتند. پلیس روس نشسته بود. نگاهی بعد به آنها کرد و شناسنامه ها را طلب کرد. دادند. پلیس با رحمان گپ زد. با روسی. رحمان روسی را بد میدانست. برای چی آمدی؟ رحمان جواب داد. کرباته کار دارد. پلیس 1 دقیقه طولانی نگاه کرد. بعد اجازت داد. اید رو. رحمان نفسش را برآورد. بیرون آمدند. عمه شاهروخ انتظار بود. مرد 40 ساله اسمش عبدالله خوش آمدین گفت و آنها را با ماشین بود. مسکو رفتند. رحمان از تیریزک نگاه کرد. شهر کلان خیلی کلان. بیناهای بلند، ماشین‌های زیاد، آدمان زیاد. همه چیز تیز. همه چیز کلان. همه چیز بیگانه. رحمان فکر کرد. من در اینجا چی کار میکنم؟ ولی بعد زیبا رو به یاد آورد و فهمید برای زیبا ماشین در ناحیه دوری مسکو استاد. بناهای کهنه. عبدالله آنها را به خانه خود برد. 2 حجره، در هر حجره 4 نفر می خوابیدند. 8 نفر در یک خانه. عبدالله محلشان را نشان داد. این جای شما مترس در زمین. رحمان نگاه کرد. حجره خوب. 8 نفر مترس در زمین. شاهروخ دلداری داد. نگران مشو. موقتی بعد جای بهتر میابیم. به رحمان کرایه را پرسید. عبدالله جواب داد. از هر کس 5000 روبل در ماه. رحمان دلش ایستاد. 5000 برای مترس در زمین. ولی چی کار میتوانست کرد؟ جای دیگر نداشت. راضی شد. شب خوابش نبود. آدمان زیاد، صدای زیاد، خور صدای کوچه، هوا بد. فکر کرد. مادر اکنون چی میکند؟ زیبا چی میکند؟ دلش تنگ شد. ولی فکر کرد. 3 سال، تنها 3 سال
بعد برگردند. سحر عبدالله رحمان را بیدار کرد و به کار بود. نانشته عادی خوردند، نان خشک و چای به ساختمان رفتند. بینایی می ساختند. کلان سردار روس آمد. مرد کلان چهره سخت سوالناک نگاه کرد. این که عبدالله معرفی کرد. این رحمان پسری نو کار میکند. خوب سردار به رحمان نگاه کرد و پرسید: تاجیک کار کرده میتوانی؟ هم میتوانم. سردار دستور داد. بینم آن زمین را بر رحمان به خلطه یلند رفت. وزمین بود، خیلی وزمین، ولی برداشت و کشید. سردار قناعتمند شد. خوب روز 1200 روبل از صبح ساعت 7 تا شام ساعت 10 روز هستی رحمان فکر کرد 1200 روبل روز این ماه 36,000 روبل می شود. نه 50,000 چون شاهروخ گفته بود. ولی باز هم خوب بود. راضی هستم. کار آغاز شد. کاری سخت بود، خیلی سخت. رحمان در تاجیکستان در زمین کار میکرده بود. فکر میکرد کاری سخت را میداند، ولی در ساختمان بدتر بود. هر روز از صبح ساعت 7 کار میکرد تا شام ساعت 10-15 ساعت دمید میکشید. خشت میبود، اسباب میبود، زمین میکافت. سردی بود. مسکو در زمستان سرد، خیلی سرد. رحمان لباسیگر نداشت، لباس عادی تاجیکی داشت. هر روز از سردی میلرزید. دستهایش مزوطه میشد، پایهایش درد میکرد، پشتش درد میکرد، ولی کار میکرد. شام به خانه برگشت. تست خیلی خسته نانشته عادی خورد. نان مرکران، بازن گوشت اگر پول باشد. بعد در مدرس دراز کشید. بدن درد میکرد، ولی پیش از خواب زیبا را به یاد می آورد و تبسم میکرد. فکر میکرد 3 سال من میتوانم. هفته اول تمام شد. رحمان به زیبا زنگ زنی کرده خواست، ولی رقم تلفن زیبا نداشت. در ده دخترها تلفن خود را نمیدهند. پس به مادر زنگ زد. مادرش جواب داد. آواز او را شنید و دلش زد. مادر من هستم. مادرش گریه کرد. پسرم تو هستی؟ چه خبر؟ خوب هستی؟ خوبم. مادر کار گرفتم. همه چیز خوب دروغ گفت. نمیخواست مادرش نگران شود. مادرش دستور داد. پسرم خودت را نگاه دار، من انتظار تو هستم. رحمان خواهش کرد. مادر به زیبا چیزی گوی من کار میکنم. زود پول جمع میکنم. زود برگردم. مادرش وعده داد. میگویم رحمان تلفن را کند. دلش کمی آرام شد. ماه یکم گذشت. ماه دوم، ماه سوم. رحمان هر روز کار میکرد بدون استراحت. ماه یکم معاش گرفت 36,000 روبل، ولی از این 5,000 برای خانه رفت، 10,000 برای خوراک، 6,000 برای نقلیات، 5,000 برای پتنت باقی مانده شده است. 14,000 روبل رحمان حساب کرد. اگر هر ماه 14,000 جمع کند برای 100,000 سامانی، سالهای 7 لازم 7 سال نه 3 سال دلش ایستاد. ولی فکر کرد چی کار کنم؟ باید بیشتر کار کنم. رحمان به عبدالله پرسید کاری دیگر هست؟ عبدالله سوال کرد چرا میخواهم بیشتر پول گیرم؟ عبدالله پیشنهاد کرد شبها میتوانی کار کنی، در انبار جنس ها بار میکنی. رحمان پرسید چند میدهند؟ شب 2,000 روبل. خوب من میکنم. از آن روز رحمان 2 کار میکرد. روز در ساختمان، شب در انبار. سحر ساعت 7 تا شام ساعت 10 ساختمان، شام ساعت 11 تا سحری ساعت 3 انبار. 3 ساعت میخوابید تنها. 3 ساعت بدن خسته میشد، خیلی خسته، ولی پول بیشتر میشد. اکنون ماه 50,000 روبل میگرفت. بعد از همه خراجات 3,000 باقی میماند. برای 100,000 سامانی 3 سال لازم. رحمان فکر کرد خوب 3 سال من وعده دادم. 3 سال. زمستان یکم آمد. مسکو سرد شد، خیلی سرد. برف بارید، شمال وزید، هوا منفی 20 درجه. رحمان لباسی گرم نداشت. هر روز از سردی می‌لرزید. یک روز سخت بیمار شد. تبش بلند شد. سلفه کرد، ولی به کار رفت. چون که اگر کار نرفت پول نمیگرفت. در ساختمان کار میکرد. سرگیج میشد. بدن ارزید. شام افتاد. در برف همکارانش او را در خانه بردند.
3 روز در خانه خوابید. تبش بلند، سخت بیمار. عبدالله داروار آورد. دارو خورد، کمی بهتر شد. ولی 3 روز کار نکرد. 3 روز معاش نداشت. رحمان فهمید در روسیه اگر بیمار شوی پول نمیگیری هیچ کس کمک نمیکنه. بس همه دشوارتر تنهایی بود. رحمان در خانه بیرانه با آدمان بیگانه دوست نداشت. همکاران بودند ولی دوست نبودند. هر کس به کار خود مشغول. شبها رحمان در مدرس دراز میکشید و فکر میکرد و در زیبا دیه در تاجیکستان اکنون چی میشود؟ زیبا چی میکند؟ او را یاد میکند. انتظار است میخواست سنگزنی کند ولی رقم نداشت. تنها به مادر زن میزد. مار یک مراتب مادرش میگفت. زیبا انتظار مادرش میگفت. سیدعلی پرسید کی رحمان میآید؟ رحمان دل آرام میشد. فکر میکرد زیبا انتظار خوب. سال یکم گذشت. رحمان 35,000 سامانی جمع کرده بود. باقی مانده 65,000. هنوز 2 سال لازم. ولی فکر کرد خوب 2 سال گذرد. نوروز آمد. رحمان به خانه رفتن خواست. مادر و زیبا را دیدن خواست ولی بین 4,000 سامانی بود و اگر رفت 2 هفته کار نمیکرد. این 10,000 سامانی بود. رحمان حساب کرد اگر هر سال رفت 3 سال دیگر لازم میشد. 2 سال تصمیم گرفت نمی رود. به مادر زنگ زنی کرد و گفت مادر من به نوروز آمدن نمی توانم. کار بسیار ولی بعد می آیم. مادرش سکوت کرد. بعد آرام گفت خوب پسرم، مواد باش. رحمان پرسید زیبا چطور؟ انتظار رحمان دل آرام شد ولی نمیدانست که در تاجیکستان چی می شود. در تاجیکستان سیدعلی نگران شده بود. رحمان رفته بود. 1 سال گذشت نبرگشت. سیدعلی فکر میکرد شاید رحمان دیگر نمی آید و سیدعلی دختری دیگر داشت. دخترش زیبا اندکی 19 ساله بود و سیدعلی میخواست او را زود شوهر دهد. سیدعلی یک روز پسری بای را دید. اسمش جمشید بود. جمشید پسری صاحب کار کلان بود. ماشینه قشنگ داشت. لباس قشنگ داشت. پول زیاد داشت و جمشید زیبا را دیده بود و دوست داشت. جمشید به سیدعلی آمد و گفت میخواهم زیبا را گیرم. سیدعلی خرسند شد و کلیم را پرسید. جمشید جواب داد 100,000 سامانی میدهم. حاضر میدهم. سیدعلی دیدش زد. 100,000 حاضر ولی اعتراض کرد. زیبا قول داده بکی به رحمان ولی او در روسیه 1 سال شد. جمشید عقل خود را نشان داد. اگر 1 سال نبرگشت شاید دیگر نری آید. شاید او را فراموش کرد. سیدعلی فکر کرد و بعد به زیبا مراجعت کرد. سیدعلی به خانه آمد و زیبا را آورد. بیا گپ زنیم. زیبا آمد. دیدش لرزید. میدانست پدر چیزی میخواهد. سیدعلی آغاز کرد. زیبا تو اکنون 19 ساله شدی. زیبا سکوت کرد. رحمان رفت. 1 سال گذشت. او نبرگشت. زیبا مدافع کرد. او کار میکند. او پول جمع میکند. سیدعلی سوال کرد. پول 1 سال گذشت. او چند پول جمع کرد؟ زیبا نمیدانست. سیدعلی حکم کرد. من میگویم او هیچ چیز جمع نکرد. او تو را فراموش کرد. نه، او مرا فراموش نکرد. از چرا 1 سال نبرگشت؟ چرا زنگ نمیزند؟ او کار میکند. سیدعلی فراد زد. بس کن، رحمان تو را فراموش کرد. او در روسیه دختری روس گرفت. تو را ترک کرد. زیبا گیره کرد. میدروغ سیدعلی ادامه داد. من دخترم، خیری تو را میخواهم. رحمان آدمی فقیر، او هیچ وقت آنقدر پول ندارد. ولی جمشید آمده است. پسری بای ماشینه دارد. تجارت دارد. 100,000 سامانی حاضر میدهد. زیبا سرش پایان کرد و گره میکرد. سیدعلی دوام داد. زیبا من پدری تو هستم. من بهتری را برای تو میخواهم. رحمان کی می آید؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال. تو تا آن وقت هم پیر میشن. زیبا ناله کرد. ولی من رحمان را دوست دارم. سیدعلی قر شد. محبت با نان نیست. محبت نان را تا نیست. و من باور کن. من پیر تو هستم میدانم. چی خوب. زیبا گیره کرد. ولی چیزی نگفت. سیدعلی آخرین گپ زد. من به جمشید جواب مثبت میدهم.
ما دیگر نکاح میکنیم. می پدر التماس سیدعلی ایستاد و رفت. زیبا در حجره تنها ماند. گریه کرد. گریه کرد. مادرش آمد و او را در آغوش گرفت. دخترم نمیگیر پدرت درست فکر میکند؟ نه مادر، من رحمان را دوست دارم. مادرش با حسرت گفت من میدانم دخترم، ولی چی کار میتونیم کرد؟ پدرت تصمیم گرفت. زیبا پرسید رحمان کی برگردد؟ مادرش جواب نداشت. زیبا چند روز گریه کرد. نانشته نخورد. از حجره بیرون نمی آمد. ولی سیدعلی تعیین نکرد. به جمشید جواب مثبت داد. جمشید خرسند شد و کلینگ 100,000 سامانی را آورد. حاضر پول نقد سیدعلی پول را گرفت و تبسم کرد. مادر زیبا به دخترش گفت زیبا باید راضی شوی، پدرت تصمیم گرفت. زیبا با دل مرده پرسید رحمان را خبر کنید. مادرش آرام گفت چطور خبر کنید؟ ما رقمشان نداریم. زیبا فهمید. تنها 2 ماه گذشت تیاری توی آغاز شد. زیبا هر روز گریه میکرد ولی پدرش گوش نمیداد. توی معین شد. ماه ایون در روسیه رحمان نمیدانست کار میکرد. 2 کاروز و 7 سال دوم گذشت. رحمان 60,000 سامانی جمع کرده بود. باقی مانده که 1000 سال سوم آغاز شد. رحمان فکر میکرد سال آخر بعد برگردم. هر روز کار میکرد. هر روز پول جمع میکرد. هر شب زیبا را به یاد میآورد ولی نمیدانست که در تاجیکستان چی میشود. ماه اپریل سال سوم بود. رحمان به مادر زنی کرد. مادرش جواب داد. آواز او غمگین بود. چی شد؟ مادر خوب هستی؟ مادرش سکوت کرد. مادر چی شد؟ چیز گوی مادرش گریه کرد. پسرم. زیبا رحمان دیش ایستاد. زیبا چی شد؟ مادرش با درد دیر گفت. زیبا شوهر میکند. همه چیز ایستاد. نه زمان چی؟ مادرش ادامه داد. سیدعلی او را به پسری بای میدهد. جمشید پسری صاحب کارمای ایون توی رحمان نمیدانست چی روید. تلفن از دست افتاد. مادرش فراد زد. رحمان تو هستی؟ رحمان تلفن را گرفت. مادر چرا؟ من پول دارم. مادرش گریه کرد. پسرم دیر شد. سیدعلی انتظار نکرد. رحمان در زمین نشست. سرش در دستهایش گریه کرد. مرد پسری 23 ساله گریه کرد. چون بچه 3 سال کشاکش، 3 سال تنهایی، 3 سال امید، همه چیز برای هیچ چیز. رحمان چند روز کار نکرد. در خانه خوابید. نانشته نخورد. شاروخ آمد. رحمان چی شد؟ رحمان همه چیز را گفت. شاروخ سرجنبانید. برادر من ببخش، من گفتم در روسیه پول زیاد، ولی دروغ بود. رحمان جواب نداد. عدل آمد. رحمان بیا برگرد. و تاجیکستان بیایید خریدم برگرد. آنجا حل و فصل کن. رحمان نگاه کرد. برای چی دیگر ده؟ عبدالله صادقانه گفت برادر برگرد. با زیبا گفت زن شاید هنوز حل راه است. رحمان یک لحظه فکر کرد. بعد گفت خوب میروم. بلیط خرید. برای ماه می پیش از توی در هواپیما نشست. در دست چمدان خوب و 100,000 سامانی همه پول جمع شده. 3 سال کار کرد. 3 سال کشید برای 100,000 سامانی. ولی اکنون این پول چی کار میکند؟ هواپیما به دوشنبه فرود آمد. رحمان بیرون آمد. خاک تاجیکستان وطن بعد 3 سال. ولی دیرش خالی بود. و دیگه رفت. مادرش در دروازه انتظار بود. رحمان را دید و گریه کرد. پسرم آمدی؟ مادر را در آغوش گرفت. 3 سال نبودم مادر. مادرش او را نگاه کرد. پسرم تو لاغر شدی، کلندر شدی، مویت سفید شد. 3 سال در روسیه آدم را تغییر میدهد. مادر در خانه در آمدند. رحمان در همان حجره نشست که 3 سال پیش نشسته بود. مادرش نانشته آورد. و رحمان خوب طعم خانه بعد از 3 سال مادرش پرسید اکنون چی میخواهی کنی؟ رحمان جواب داد و خانه سیدعلی میروم. پول دارم. 100,000 میخواهم بینم او چی میگوید. مادرش سر خود را جنبانید. پسرم. سیدعلی تصمیم گرفت. پول را گرفت. از جمشید رحمان ایستاد. باز هم میروم. فردا سحر رحمان به خانه سیدعلی رفت. در خانه را کوبید. سیدعلی در را گشاد. رحمان را دید. رویش تغییر نکرد. آمدی؟ ها آمدم. پول دارم. سیدعلی خنک گفت. دیر آمدی؟ رحمان چمدان را گشاد. پول نقد نشان داد. 100,000 سامانی، همان که شما خواستید. سیدعلی به پول نگاه کرد.
100,000 ولی من الکی 100,000 گرفتم از جمشید. رحمان دلش شکست، ولی من 3 سال سیدعلی بهتر خانه ادامه داد. 3 سال خیلی دراز، من انتظار نمیشوم. جمشید حاضر آورد. رحمان التماس کرد، ولی زیبا مرا دوست دارد. ما قول دادیم. سیدعلی قطعی گفت زیبا اکنون جمشید را دوست دارد. هفته دیگر توی من با زیبا گپ زده میتوانم. نه، زیبا به تو گپ زده نمیخواهد رفت. از اینجا رحمان ایستاده ماند، ولی سیدعلی در را بسته خواست. دیگر گپی نیست. تو دیر آمدی، همه چیز تمام و در را بسته. رحمان در دروازه ایستاد. 100,000 سامانی در دست، 3 سال کشاکش در دست، ولی همه چیز برای هیچ چیز. به خانه برگشت. مادرش دیده چهره‌اش را فهمید. مادرش او را در آغوش گرفت. پسرم میگفت. دیر شد. رحمان گریه کرد. چند روز رحمان در خانه ماند، بیرون نمی آمد. ولی یک روز چیزی را فهمید. باید زیبا را بیند، باید بس خود او شنود. روز توی آمد. رحمان از خانه بیرون آمد و جای رفت که میدانست توی کجاست. خانه سیدعلی بود. آدمان زیاد موسیقی خرسندی. رحمان از دور نگاه کرد. زیبا بیرون آمد. لباس عروسی زیبا بود، خیلی زیبا، ولی چهرهش غمگین بود. رحمان خواست نزدیک شود، ولی پایهایش حرکت نکردند. زیبا به ماشین نشست. جمشید در کنارش. جوان قشنگبای ماشین حرکت کرد. رحمان آنجا ایستاد و نگاه کرد. زیبا رفت. برای همیشه رحمان به خانه برگشت. مادرش انتظار بود. چمادار رو گرفت. 100,000 سامانی بیرون آورد. مادر این پول گیر برای تو. مادرش گریه کرد. پسرم، من پول نمیخواهم، من تو را میخواهم. رحمان او را در آغوش گرفت. من هم شما را میخواهم. مادر چند ماه گذشت. رحمان در دهمان. کار قدیم در زمین آدما نگاه میکردند، پیشی راب میکردند. مردی که 3 سال در روسیه بود با 100,000 برگشت، ولی دختر را از دست داد. رحمان گوش نمیداد. یک روز در راه زیبا را دید با جمشید در ماشینه نو. زیبا رحمان را دید. چشمانشان وا خوردند. در چشمان زیبا درد بود. پشیمانی بند. ولی ماشینه گذشت. رحمان آنجا ایستاد. فهمید همه چیز تمام. اکنون رحمان 23 ساله، هنوز در ده تنها 100,000 سامانی دارد. ولی با آن چی کار؟ مادرش میگوید دختر دیگر گیر زندگی نو آواز کن، ولی رحمان نمیخواهد. چون که او هنوز زیبا را دوست دارد. هر روز زیبا را میبیند. با جمشید با پسرش عائله نو دارند و رحمان میداند که این گناه او نیست، این گناه سیدعلی است. پدری که دختر را میسفته کلیم 100,000 خواست و دو عشق را ویران کرد. ولی باید گفت هم این گناه ستم کلیم است. عنعنه‌ای که آیه ها را ویران میکند. رحمان 3 سال زندگیش را داد. 3 سال جوانی، 3 سال عشق، همه چیز را داد، ولی همه چیز را گم کرد. این قصه رحمان بود، قصه پسری که برای کلینگ همه چیز را فدا کرد، ولی آخر دید که کلینگ از عشق کمتر امیدوارند. این قصه به شما درس باشد. کلینگ باید حد معقول باشد، نه اسباب بازی پدران.